معرفی و اسپویل فیلم بنبست. شب کریسمسه و داستان از جاده‌ای شروع میشه که در اون فرانک به همراه همسرش لورا، دخترش ماریون و نامزده او برد و پسرشون ریچارد دارن طبق معمول هر سال به سمت خونه مادر همسرش میرن تا سال نو رو اونجا جشن بگیرن. برخلاف هر سال فرانک راه جدیدی رو برای رفتن انتخاب کرده. خستگی و ناآشنایی جاده و سکوت ماشین باعث میشه اون خوابش ببره و با ماشین جلویی تصادف کنه. ولی خوشبختانه به خیر میگذره و ماشین روبرو حتی توقف هم نمیکنه. به راهشون ادامه میدن. جاده خلوته و در مستی وقتی از یک کلبه چوبی رد میشن، کمی جلوتر ناگهان یه زن رو کنار جاده میبینن که کودکی رو در بغل داره. زن انگار شوکه شده و هیچ حرفی نمیزنه. پس تصمیم میگیرن اونو سوار کنن و به کلبه برگردن، شاید تلفن یا کسی رو در اونجا پیدا کنن. توی کلبه هیچ چیزی پیدا نمیکنن. زن کنار برد توی ماشینه. اون که تا حالا یک کلمه هم نگفته بود، یه دفعه میگه که بچهش مرده و از برد میخواد که او رو بغل کنه. دقایقی بعد وقتی فرانک و همسرش به ماشین برمیگردن، از زن و برد خبری نیست. در همین حین ماریون ماشینی رو میبینه که به سمتش میاد و در عقب اون برد رو فریاد زنان میبینه. در آستینه ماشین رو دنبال میکنن ولی جلوتر جنازه برد رو کنار جاده پیدا میکنن. اتفاقات عجیب یکی یکی شروع میشه. وقتی سعی دارن با پلیس تماس بگیرن، صدای گریه یک زن رو میشنون که کمک میخواد. وسط راه کالسکه یه بچه پیدا میشه. توی جاده هیچ ماشین یا مهمانخونه‌ای دیده نمیشه و چندین بار تابلوی مارکوت رو میبینن بدون اینکه به جای مشخصی برسن. یه دفعه ماشین پنچر میشه. ریچارد به جنگل میره تا مواد بکشه. در همین حین اون زن رو میبینه که به سمتش میاد. زن اون رو میبوسه، البته نه یک بوسه معمولی. باز سرکله اون ماشین عجیب پیدا میشه و این بار داره ریچارد رو با خودش میبره. کمی جلوتر با جنازه اون مواجه میشن. این اتفاق باعث میشه لورا عقلش رو از دست بده. او حرفای عجیبی میزنه و میگه توی جنگل آدما دارن براش دست تکون میدن. دوست قدیمیش هم که 20 سال پیش مرده اونجاست و اون میخواد که بره پیشش و یه دفعه درو باز میکنه و خودش رو از ماشین میندازه پایین و میمیره. وقتی میایستن باز اون ماشین مرموز پیداش میشه. در واقع هر بار که توقف کردن یکیشون مرده. فرانک و ماریون سردرگمن و ترسیدن. سعی میکنن پیاده از داخل جنگل به جایی برسن، اما باز به همون نقطه قبلی برمیگردن. فرانک عقیده داره همه اینها زیر سر اون زنه و به اون کلبه برمیگرده و اون زن رو اونجا میبینه. داخل جنگل میشه و در نهایت او هم میمیره. در آخر فیلم وقتی ماریون تنها و وحشت زده است، سر کله اون ماشین پیدا میشه و این فکر میکنه این بار نوبت اونه، اما اون زن با بچهش پیدا میشه و میگه نه، این ماشین برای من اومده. فیلم پایان بندی جالبی داره. در دقایق آخر همه چیز روشن میشه. برمیگردیم به اول فیلم و صحنه تصادف و معلوم میشه که اون تصادف به خیر نگذشته بود و ماشین اونها با ماشین جلویی که همون زن و کودکش بودن برخورد کرده و اونها رو کشته. در اون تصادف همه خانواده به غیر از ماریون کشته شدن. یک مرد اونها رو کنار جاده میبینه و گزارش تصادف رو میده. تنها بازمانده این تصادف ماریون بود که همه این اتفاقات رو در کما دید.